بعضی منصبدارهای ما اندک منصب یا چسکوای شده است یا یک مفتش آنچنان که شده بس بابایشان اگر کسی گفت که من از اسلام بیزارم، من اسلام را نمیدانم، چی می شود؟ او کافر می شود. کسی که گفت من از اسلام بیزارم، من مسلمانی را نمیدانم، او کافر است. زیرا تمام فتواها دا میگوید و من لا یرضا بالایمان فهو کافرون. بعد المختار دم عالمگیری دم کسی که راضی به اسلام نباشد او کافر است. رسول اکرم تن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. بعد این کلمه های شوخی نیست. حال بعضی منصبدارهای ما اندک منصب یا چسکوای شده است یا یک مفتش آنچنان که بس از حد میگذراند که این کلمه ها رو میگن، حالا که او مسلمان، او به نکاح مسلمانی زن گرفته است، او مرا جنازش میکنن، خودش در یک لحظه کافر میکنند. این در تمام فتواها کسی گوید که من مسلمانی رو نمیدانم یا من از مسلمانی شما بیزارم و کافر است. او تا از نو کلمه عرضه کرده تجدید ایمان نکند، نکاح نکند، زندگیش با همسرش حرام است. اگر با همون عقیده مراد او جنازش درست نیست. تمام فتواها این است. خب ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. او یک خدای بزرگوار است که نه ناز و شوخی مفتش می بردارد، نه حاکم می بردارد، نه پرزیدنت می بردارد، نه ملا و نه ایشانه. این گپا رو در پیشگاه با عظمت خدا قدرت و تواناییش ببینه. یپانی را چی تو کرد؟ در یک چشمک زدن بایترین دولت دنیا را به قشاقترین دولت دنیا مبدلش کرد. و این کلمه ها شوخی ندارد. هرچی شوخی دارد احکام دین و ایمان شوخی ندارد.